از جانب کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر ترسونزاده در گذراندن ریت‌های مشترک در دوام سال بیش از 300 کیلوگرم محصولات پس‌صفت گوشتی، شیری و قنادی، 786 لیتر نوشاکی‌های تشنه‌شکن مهلت استفادهشان گذشته آشکار و مصادره کرده شد. تعجب آور این است که چرا صاحبکاران و دیگر سوداگران دیده و دانسته به قانون‌شکنی دست می‌زنند، حالانکه در مملکت قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوقی استعمال کننده عمل می‌کند. از روی معلومات‌های مرکز تا امروز محصولات از فروش بازداشته شده و جریمه تعیین شده 94750 سامانی را تشکیل می‌دهد. در بازارهای مرکزی شهر ترسونزاده ریدی مشترک گذرانده شد. چیزی که معلوم است در نوارا از طرف در نقطه‌های سودا صاحبکاران با فروش هر گونه محصولات‌های شبهه‌ناک و پس‌صفت مهلت استعمالشان گذاشته مشغولند. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره حقوق استعمالکنندگان پایمال کرده می‌شود. خیلی محصولات می‌بینید این محصولات مارگارین است. صاحبکاران همچون ایرا روغن ماسکا گفته با شهروندان با فروش گذاشتند. اما این مارگارین برای کارکرد محصولات خمیری و قنادی استفاده بردن ممکن است. استعمالش اینا به کارکرد غیر امکان است، ممکن است. غیر از این نوشاکی‌ها و قندک‌های بازشمانند که دارای سرتیفیکات صفت و صنایع استحصالشان درج کرده است، از خریداران خواهش کرده می‌شود که برای خریداری و استفاده بردن همین دستکشی کنند. نامگوی محصولات شیری که به جمعیت دارای محصولش محدود امپک شهر خوجند تعلق دارد، ضمن گزاراندن کارهای نظارتی از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر ترسونزاده غیر قابل قبول حسابیده شده، فعالیت آنها موقتا قطع کرده شده است. اما برخی از صاحبکاران و سوداگران با هر راه و واسطه می‌خواهند دقت خریدار علل خصوص کودکان را به محصولات خویش جلب نمایند. 133 объекти فعالیت کننده موقتا از فعالیت بازداشته شد که با قاعده و معیارهای سانیتاری جوابگو نبودند. فعالیت آنها موقتا بازداشته شده، کمبودی‌های در سمت سانیتاری و گیگینی و ضد اپیدمیولوژی برطرف کرده شده. 570 صاحبکاری که با صاحبکاری مشغول می‌باشند، نسبت آنها پرونده‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده با مبلغ 94750 سامانی با بودجه دولت پورا ستانیده شده است. در این سمت باید والدین خاصه خریدار مسئولیت حس نماید. اگر شهروندان به مهلت، صفت و شرایط استحصال محصولات اهمیت داده سپس خریداری نمایند، شاید صاحبکاران و دیگر سوداگران به قانون‌شکنی دست نمیزنند.